سرخط مهمترین خبرها: ده‌ها ماشین‌های باربر در مرز ازبکستان و تاجیکستان بند مانده‌اند. عملیات آذربایجان در قره‌باغ کوهی چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. و بازی بدون گل بین دسته‌های استقلال و الدوحیل. درود بینندگان عزیز و صبحتان بخیر و روزتان باقرار باشد. برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما می‌گردد و من فرزا محمدی با جمع همکارانم در 10 دقیقه دیگر شما را با نوگانی‌های تاجیکستان و جهان آشنا خواهیم ساخت. امروز 20 سپتامبر است. ده‌ها راننده در مرز ازبکستان با تاجیکستان از بند ماندن ماشین‌هایشان خبر دادند. آنها با فرستادن چندین عکس و نوار شکایت کردند که از گذرگاه سری آسیا با ترسنزاده برای گذشتن منع کرده شدند. راننده ها میگویند از روسیه و قزاقستان انواع خوردنی و ساختمانی میآورند و اگر این وضع ادامه کند کارشان به مشکل مواجه میگردد. برخی از آنها پیش آمدن چنین حالت را به دریافت مواد مخدر در یک ماشین باربر در این گذرگاه میدانند و تقریبا یک هفته باز نمیتوانند به تاجیکستان وارد گردند. در همین حال مسئولان خدمات گمرک گذرگاه دوستی در شهر ترسنزاده صبح 20 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی زیاد شدن نقلیات را تصدیق کردند، ولی گفتند گذشتن ماشین ها را منع نکردند، بلکه این حالت از طولانی‌تر شدن سنجش ماشین ها به میان آمده و شمار نقلیات سال برآوردشان تا 2014 به مراتب افزوده است. به گفته آنها احتمال این حالت تا 2 اکتبر سال روان دوام یابد. اما از این پیشتر روز 12 سپتامبر سامانه رسمی مقامات گمرک ازبکستان خبر داده بود که کارمندان باجخانه سری آسیا در داخل ماشین بارکش تمغه والوو قریب 70 کیلوگرم مواد مخدر یافتند. ارتش آذربایجان از آغاز عملیات نظامی در قره‌باغ کوهی، یک منطقه مورد مناقشه‌اش با ارمنستان، خبر داد. ارمنستان وضع را در سرحد آرام توصیف کرد، ولی همزمان جلسه شورای امنیت این کشور را دعوت نمود. عملیات نیروهای آذربایجان روز 19 سپتامبر و بعد از ترکیش سر شد که باکو آن را کار گروه‌های خرابکار ارمنی نامید. طبق گزارش‌ها در این حادثه چند سرباز آذری کشته و زخمی شدند. امبودسمن قره‌باغ کوهی گگم استپانیان خبر داد که در نتیجه تیرپرانی جانب آذربایجان 2 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. همچنین درباره زخمی شدن چندین کس گزارش رسید که 8 نفرشان کودک بودند. جانب آذربایجان از کشته شدن یک ساکن ملکی در شهر شوشه نام ارمنیش شوشی خبر داد. فرانسه برای بررسی وضعیت در قره‌باغ کوهی خواهان جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل شد. وزارت کارهای خارجه این کشور در اظهارات گفت هیچ بهانه عملیات نظامی آذربایجان را سفید کردن نمیتواند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست 78م مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت باید در برابر تجاوز آشکارای روسیه به اوکراین بایستیم تا مانع تجاوزگران دیگر احتمالی فردا شویم. او افزود که روسیه بر این باور است که جهان خسته خواهد شد و به او اجازه خواهد داد که اوکراین را زیر ستم خود درآورد. بایدن تاکید کرد که به همین دلیل ایالات متحده همراه همپیمانهایش در سراسر جهان همچنان در کنار مردم شجاع اوکراین خواهند ایستاد که از حاکمیت، تمامیت ارضی و آزادی خود دفاع میکنند. نیروهای روسیه در ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کردند و این جنگ تاکنون ادامه دارد. حمله های ارتش روسیه باعث به مرگ صدها نفر و خراب شدن چندین شهر اوکراین از جمله ماریوپول و بخموت شد. از آغاز جنگ در اوکراین ممالک غربی تخمیناً 350 میلیارد دلار بانک مرکزی روسیه را منجمد و یا حبس کردند. بسیاری ها طلب دارند که این مبلغ مصادره و برای رفع عاقبت‌های تجاوز روسیه به خاک اوکراین مصرف شود. در این باره همکارم اسکندر علیف گزارش آماده کرده است که با هم تماشا میکنیم. ماشین‌های به حرکت در راه‌های بمباران شده، خط‌های الکتریکی پراکنده و بیناهای ولنگار نتیجه تجاوز روسیه به خاک اوکراین است. بانک جهانی پیش بینی کرده است که برای رفع خسارات جنگ و احیای اوکراین کمش 410 میلیارد دلار لازم می شود. با ادامه این نزاع خرج باز هم بزرگتر خواهد شد. مقامات اوکراین می خواهند کشورهای غربی 350 میلیارد دلار حبس شده بانک مرکزی روسیه را برای احیای اوکراین خرج کنند. Коли свої гроші
وقتی دولت تروریستی همراه با تمام روسای همپیمان کرمل که شرایط تجاوز به خاک اوکراین را تشکیل کردند و یا آنهایی که در سطح مردمی فساد منصبداران روس را پنهان میکنند پولشان را از دست میدهند، هدف اجرا می شود. آنها خواهند دید که زیان چی است. ولی استفاده این پول ساده نیست. صرف نظر از آنکه 350 میلیارد حبس و یا منجمد شده است، آن مالی روسیه می باشد. در این باره فیلیپ زلیکوف، سابق دیپلمات آمریکایی میگوید مالکیت روسیه باید احترام شود. استفاده آن در تحریم ها خلاف قوانین بین المللی می باشد. در عین زمان زلیکوف اشاره می کند که امکان دارد در اساس پایمال نمودن قوانین بین المللی از طرف روسیه زمینه شرعی برای مصادره اموال مسکو تهیه شود. شما می توانید گویید که بله، ما قانون‌های بین المللی را زیر پا کردیم، زیرا ابتدا این کار را روسیه کرد. روسیه اصرار می‌ورزد که مصادره پولش عمل غیر قانونی بوده، در حال ضرورت قضیه را به دادگاه بین المللی می‌کشد. جولیا زیسکینا، مشاور حقوقی سازمان جانبدار اوکراین، بر این نظر است که روسیه در دادگاه ناکام خواهد شد. مطرح نمودن قضیه مشکل نیست. سوال این است که آیا در دادگاه این قضیه امکانی پیروزی دارد؟ جواب این است که ندارد. تخمین می شود که بخشی اساسی مبلغ‌های حبس شده روسیه، یعنی نزدیک 220 میلیارد دلارش، در اتحاد اروپا نگهداری می شود. یکی از پیشنهادها این است که فایده بانکی این مبلغ به نفع اوکراین خرج شود. این پیشنهاد کفایت نمی کند، چون که فایده سالانه بانکی از این مبلغ به 3 میلیارد دلار برابر است. یعنی برای جبران خسارات و احیای اوکراین 124 سال لازم می شود. در امریکا 58 میلیارد دلار روسیه حبس شده است. ماه ایون بعضی اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا پیشنویس سندی را مطرح نمودند که در صورت تصویب استفاده پول حبس شده روسیه برای کمک به اوکراین را دستگیری می کند. نخستین بازی دسته استقلال دوشنبه در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا 2023-2024 با باشگاه الدوحیل قطر با حساب 0-0 به پایان رسید. این بازی شب سه‌شنبه 19 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. در نیمه اول بازی توپ بیشتر در اختیار فوتبالبازان الدوحیل بود، اما لحظه‌های گلزنی خیلی کم به چشم رسید. در نیمه دوم دیدار بازیگران استقلال فعالتر شدند، ولی زدن گل به فوتبالبازان هر دو دسته میسر نشد. همین طریق استقلال و الدوحیل یک امتیازی گرفتند. بازی دیگر دور اول مسابقه در گروه ی میان دسته‌های پرسپولیس ایران و النصر عربستان سعودی که شب 19 سپتامبر در شهر تهران دایر گردید با حساب 2-0 به نفع مهمانان خاتمه یافت. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 سپتامبر را فرا می‌گیرد. 20 سپتامبر سال 1924 در دوشنبه نخستین شعبه پوچته تاجیک ارز هستی نمود که 7 نفرین نخستین را به کار قبول کرد. آن زمان نامه و بسته ها را با اسب و اشتر و خر بار کرده به شهر و ده جمهوری نو شوروی می رسانیدند. سال 1935 پوچته تاجیک صاحب بینای مرکزی خود شد که بیش از 80 سال خدمت کرد. 20 سپتامبر سال 2011 نمایندگان نیروهای مسلح تاجیکستان و چین در مراسم شرکت کردند که در آن رسما دوشنبه 3% از زمین‌های دعوایی را به اختیار پکین واگذار کرد. درباره این حادثه چند هفته بعد رسانه‌های چینی خبر دادند و این مسئله مایه تنقیدهای زیاد از حکومت تاجیکستان گردید. مقامات تاجیک آنوقت گفتند که این سند به بحث مرزی میان دو کشور خاتمه گذاشت و بحث بیش از 100 ساله با همسایه شرقی و پشتیبانی کلیدی اقتصادش نقطه گذاشته یک پیروزی دیپلماتی تاجیک می باشد.
20 сентябри соли 1909 зодрузи нависандаи маъруфи тоҷик Ҷалол Икромӣ аст, ки дар асарҳояш вожгунии аморати Бухоро ва рӯйдодҳои солҳои 1920-ро тасвир кардааст. ӯ барои романҳои Тори Анкабут, Духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва Тахти вожгун ҷоизаҳои баланд гирифт, вале барои қиссаҳои Тирмор ва Мангунаҳгорам таҳти таъқиби мақомоти вақти шӯравӣ қарор гирифт. ин фишор сабаб шуд, ки Икромӣ ҳақиқати ишғоли Бухоро аз тарафи урдуи сурхи шӯравиро дар осори бадеияш қаламдод карда натавонад, вале дар солҳои охири умраш дар хотираҳояш тасвир кард. субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратии тоҷикистон 1000 рубли русӣ тақрибан ба 114 сомонӣ баробар аст. 100 доллари амрикоӣ бошад то 1096 сомонӣ арзиш дорад. қурби расмии бонки миллии тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, ташаккур, ки то охири барнома моро ҳамроҳӣ кардед. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишонии озодӣ.орг ва озодӣ.моби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.